مرگ با روحی پاک یا پذیرش پیشنهادی شرم‌آور و ابدی، پیمانی ناپاک با موجودی که مرا به اسارت کشیده بود، موجودی که آزادی جسمم را می‌خواست به بهای فروختن روحم. 3 ماه تمام در بیابانی خشک و بی انتها، بی آب و خشک و سوزان، به ستونی شیطانی بسته شده بودم، بی هیچ حسی، بی هیچ نیرویی. چشمانم روی شنهای روان خیره مانده بود و او دوباره باز میگشت، با آتشی سیری ناپذیر، با گرسنگی اهریمنی. هر بار آن عمل ناپاک تکرار میشد. دیگر ترسی نداشتم، دیگر مقاومتی نبود. این چرخه هر روز تکرار میشد و من در تکراری بیپایان از رنج و تسلیم گرفتار شده بودم. هیچ توانی برای پس زدنش نداشتم، هیچ انرژی باقی نمانده بود. فقط یک آرزو داشتم، اینکه همه چیز یک بار برای همیشه تمام شود. من شاهزاده بودم در آستانه شاه شدن، اما حالا اسیری حقیر، شکسته که هر روز تحقیر می شد. چیزهای زیادی دیده بودم، مردان نفرین شده شهر، زامبی‌های خوناشام، چهره‌های زشت که گویی جزام آنها را ذوب کرده بود، یاغیان وحشی، کسانی که اگر می‌دانستند من که هستم جرأت نزدیک شدن به من را نداشتند، اما حالا به راحتی به صورتم تف می‌انداختند و شکنجه‌ام می‌کردند. هر روز یکی پس از دیگری برای شکنجه می آمدند. هیچ حد و مرزی نمی شناختند. دلسوزی، رحم، هیچ. قلبهایشان سیاه بود و ناله هایم ذره ای آنها را نمی لرزاند. و همه اینها به خاطر برادرم بود. برادری نانجیب، همخون من که آتش حسادت مرا به این جهنم کشاند. همه چیز به آن روز نفرین شده باز میگشت. وقتی خبر آوردند پدرم بر بستر مرگ افتاده و مرا میخواهد، از اردوگاه سپاهیان باز میگشتم. برای نظارت بر تمرینات رزمی رفته بودم. بسیاری از مسئولیت‌های پدر بر دوش من بود. وقتی به دروازه‌های شهر رسیدم، سایه مرگ را حس میکردم. میدانستم زمان اندک است. با شتاب به سوی تخت پدر دویدم. او آخرین نفسهایش را می‌کشید و با چشمانی نگران منتظر من بود. منتظر بود دستانم را بفشارد و مسئولیتی عظیم را بر دوشم بگذارد. در همان لحظه برادر بزرگترم، کسی که باید وارث تاج و تخت می بود، در قصر غرق عیاشی با زنان بود. زندگیش چیزی جز لذت، هوس و خوشگذرانی نبود. پدرم با صدایی لرزان گفت: می‌خواهم تو شاه شوی، نه او لیاقت این سرزمین را ندارد. عرق سردی بر دستانم نشست. قلبم از تپش ایستاد. چگونه می توانستم چنین باری را به دوش بکشم؟ لحظه‌ای بعد پدرم جان داد. در آن اتاق فقط من بودم و خواهر کوچکم پارمیدا. برادرم حتی برای دیدن پدر نیامد. وقتی خبر به او رسید، آتش حسادت در وجودش شعله‌ور شد. او ذاتاً اهریمنی بود در پوسته انسان. میدانستم چه سرنوشتی در انتظارم است. هر بار که چشمانم را میبستم، صدای التماس پدر و سوگندی که خورده بودم تنها چیزی بود که خون را در رگهایم به جریان میانداخت. اما ناگهان او بازگشت، با گرسنگی، با شهوت. هر غروب آفتاب بیرحمانه می آمد تا زمانی که آتش تاریکش فروکش نمی کرد مرا رها نمی کرد. وقتی می رفت بیابان در سکوتی وهم‌آور فرو می رفت. تاریکی مطلق، تنهایی که تا استخوان نفوذ می کرد و با این حال هر بار که می رفت نفس راحتی می کشیدم و خاطرات دوباره به سراغم می آمدند. آن شب را به یاد آوردم پیش از خاکسپاری پدر. در راهروی بزرگ قصر من و خواهرم اتفاقی برادرم را دیدیم در حال نقشه کشیدن برای قتل من. ملاقاتی مخفیانه در دل شب با جلاد وفادارش. دستور داده بود پیش از مراسم خاکسپاری در اتاقم کارم را تمام کند. خواهرم همه چیز را شنیده بود و آن شب برای او آغاز کابوسی بی پایان بود. خواهرم تنها کسی بود که میتوانست وارد استبل قصر شود. شبانه با من همراه شد.
شاهک اسب نجیب و زیبا و دوست داشتنی با خواهرم آشنا بود. شب بود و سکوت قصر سنگینی می کرد. خواهرم آرام و بی صدا شاهک را از استبل بیرون آورد. اسب سرکش و درخشان گویی مأموریت مهمی در پیش داشت. شاهک را آزاد کرد تا به سمت من بیاید و من منتظر در دروازه شهر شنل پوشیدم و با قلبی پر از اضطراب سوار شاهک شدم و از سایه‌های قصر عبور کردم. از شهرها و مرزهای متعدد گذشتم، اما سرانجام خودم را در کویر خشک و بی آب و علف یافتم. آری، ما راه را گم کرده بودیم. در آن کویر خشک هیچ چیزی نبود جز سکوت مطلق و صدای نفسها و ضربان قلبم که با گرما و تشنگی به شماره افتاده بود. روزها گذشت و در پایان شاهک از تشنگی مرد. اسب محبوبم، هدیه پدرم که بخشی از زندگی من بود، از بین رفت و من فقط فریاد می زدم. اما درست همان لحظه چیزی توجهم را جلب کرد. گردنبندی گران قیمت با نگین یاقوت که روی شنها درخشان بود. آیا این نشانه ای از وجود آبادی و انسانهای در اطراف بود؟ با امیدی لرزان با آن نزدیک شدم و برداشتمش. مثل یک تک ستاره در تاریکی شب می درخشید. همین که لمسش کردم زمین زیر پایم لرزید. چیزی عجیب در حال رخ دادن بود. موجوداتی انسان نما از دل خاک بیرون خزیدند. تعدادشان بسیار زیاد بود. من را از چند سو محاصره کردند. آن گردنبند محدوده این موجودات نفرین شده و شهری نفرین شده بود. آری، اینجا آغاز اسارت من بود. آنها مرا به بند کشیدند و سوار گاری کردند و از مسیری عجیب حرکت دادند. مجسمه‌هایی از مردانی جوان که در حال رنج کشیدن به سنگ تبدیل شده بودند، سر تا سر مسیر را پوشانده بود. ورودی شهر نشانه‌های شیطانی داشت که معنایشان را نمی‌فهمیدم. دو حیوان عجیب و ترسناک نگهبان آنجا بودند. هیچ کس نمی‌توانست از دستشان جان سالم به در ببرد. چهره‌های نفرین شده و ترسناک مردم شهر هنوز هم در خاطرم مانده است. همگی مانند خوناشام‌ها به سمت من می‌آمدند، اما پس زده می‌شدند. من انگار گزینه‌ای ویژه بودم. قرار نبود به دست آنها سپرده شدم. با گارد مخصوص از دروازه گذشتیم و وارد شهر شدیم. مدتی در شهر زیر چنگال آن وحشی‌ها بودم. مرا بی‌دلیل آزار می‌دادند و پس از چند روز مرا منتقل کردند. من را با قل و زنجیر به یک ستون بزرگ در مرکز کویری خشک کمی دور از شهر بستند. ستونی که گویی هزاران سال قدمت داشت، پر از کندکاری‌های شیطانی. در همانجا بود که فهمیدم یا قربانی می‌شوم یا برنامه ویژه‌ای برای من دارند. می‌دانستم که وارد دردسری بزرگ شدم. مرگ شیرین ترین هدیه ممکن بود. شب اول نزدیک غروب موجودی ترسناک ظاهر شد. شنهای روان زیر پایم بیقرار شدند، نه با خشونت بلکه با زمزمه‌ای آهسته، انگار زمین داشت چیزی را از خواب بیدار می‌کرد و پیش از آن که عقب بکشم موجی نامنظم روی سطح شنها دوید، گویی چیزی از زیر آنها راه خود را باز می‌کرد. اول فقط سایه‌اش را دیدم، کشیده، لغزان، سایه‌ای که شکل ثابتی نداشت و مدام تغییر می‌کرد، گاهی شبیه بدن ماری عظیم، گاهی شبیه اندام انسانی اهریمنی. بعد شنها کامل شکافته شدند و چیزی شبیه هیولا از آنها سر بیرون آورد. با ترسی عمیق به آن نگاه کردم. موجود زنی زیبا بود، نیمه مار، نیمه انسان، با مارهایی روی سر و تاجی سیاه. به من نزدیک شد و گفت: من ساها هستم، ملکه این شهر. سالهاست انتظارت را میکشم جمشید. به محض اینکه نامم را به زبان آورد، آن هم با اطمینانی هولناک، مو به تنم سیخ شد. قلبم فرو ریخت و برای لحظه‌ای نفس کشیدن را فراموش کردم. با صدایی که سعی میکرد نلرزد پرسیدم: تو منو از کجا میشناسی؟ لبخندی زد، لبخندی که هیچ گرمایی در آن نبود و گفت:
من همه چیز را درباره تو و درباره همه کس می‌دانم. حتی می‌دانم چرا اینجایی. این بخشی از قدرت من است. مغزم خشک شده بود. افکارم مثل شنهای بیابان در هم می‌ریختند و نگاهم روی مارهایی که روی سرش وول می‌خوردند میخکوب مانده بود، تا اینکه دوباره به من نزدیک شد و با صدایی آرام اما قطعی گفت: تو معشوقه من خواهی شد. این سرنوشت توست. با ناباوری پرسیدم: این شهر، تو، چه اتفاقی اینجا افتاده؟ و او انگار منتظر همین سوال بوده باشد شروع کرد. گفت: سالها پیش ملکه این شهر بوده. همسری داشته که شاهی قدرتمند بوده اما هرگز دوستش نداشته. گفت روزی مهمانی وارد قصر شد و خود را نجیب زاده‌ای مسافر معرفی کرد. مردی بسیار زیبا، خوش‌اندام، و از همان لحظه نگاهش دیگر از او جدا نشد. تمام روز و شب چشم و فکرش دنبال آن مرد بود تا اینکه آن شب فرا رسید. شبی که با مردی که قلب و روحش را تسخیر کرده بود در ایوانی رویایی همبستر شد. شبی که با بوسه های او مارها از جای بوسه ها روی سرش روییدند و تنش تغییر کرد و حقیقت عیان شد. آن مرد زیبا اهریمنی بود که خود را در آن چهره پنهان کرده بود. گفت طلسم شد و با او کل شهر هم به طلسمی ابدی فرو رفت. همسرش مرد و او ماند تنها هزاران سال در انتظار روزی که مردی زیبا و نجیب به این سرزمین بیاید و واقعاً عاشقش شود. مردی که با قلبش بپذیرد تا ابد کنار او بماند تا طلسم شکسته شود. گفت و تو همان نجیب زاده‌ای. آن زن به خاطر خیانت به همسرش و تسلیم شدن به هوس‌هایش شهری را نابود کرده بود، اما این پایان ماجرا نبود. او مرا شکنجه می کرد. دستور داده بود تشنه نگهم دارند. هر روز فقط کمی آب کثیف، آنقدر که زنده بمانم، و غذایی چندشاور که حتی حیوانها میلی به خوردنش نداشتند، تا زیر فشار تسلیم خواسته های شرماورش شوم و بپذیرم همسرش باشم. و هر بار که عقب می کشیدم، هر بار که اکراهم را با سکوت، با نگاه، با لرزش بدنم فریاد می زدم، نه تنها متوقف نمی شد بلکه مصممتر می شد. انگار امتناع من برایش دعوتی تازه بود، نه هشداری برای ایستادن. به من نزدیک می شد، بیش از حد نزدیک، آنقدر که نفسش را روی پوست خود حس می کردم و من درون خودم فرو می ریختم، نه از ترس جسم بلکه از تحقیر روح، از اینکه می دیدم اراده‌ام را نه به رسمیت می شناسد و نه حتی می بیند. کارهایی می کرد، حرکاتی، لمسهایی، نگاههایی که هنوز هم زبانم از گفتنشان شرم دارد. احساس می کردم پاکی جسمم را می مکد، ذره ذره، بیرحمانه، مثل کسی که می داند چیزی در اختیارش موقتی است و می خواهد پیش از نابودی همه اش را ببلعد. اما هرچه تلاش می کرد، هرچه پیش می آمد، هرچه مرزها را می شکست، به یک چیز نمی رسید. او نمی توانست باکرگی روح مرا از من بگیرد. روح من هرچند زخمی، هرچند خسته، هرچند در محاصره تاریکی، هنوز جایی پنهان شده بود که دست او به آن نمی رسید. جایی که نه طلسم، نه شهوت، نه 1000 سال انتظار نمی توانست آن را آلوده کند. و شاید همین بود که خشمش را بیشتر می کرد. همین ناتوانی، همین شکست ناپیدا، چون فهمیده بود بدن می تواند اسیر شود، اما روح اگر نخواهد هرگز تسلیم نمی شود. روزی که به ناامیدی مطلق رسیدم، تصمیم گرفتم دیگر نه بخورم نه بنوشم. میخواستم به این خفت و رنج بی انتها پایان بدهم. همان روز بود که از دور شترسواری را دیدم سمتم می آمد. تنم به لرزه افتاد. 1000 فکر از ذهنم گذشت. این هم شکنجه‌ای تازه است. اما ناگهان زنی را دیدم. صورتش را با پارچه‌ای پوشانده بود، اما چشمهای نافذش، چشمانی که پر از رنج و دردهای سالها شکنجه بود، از پشت نقاب برق می‌زد. نگاهش انگار همه زخم‌ها و بی‌عدالتی‌ها را می‌دید و فریادی در سکوت داشت. فریادی که هم مرگ را نوید می‌داد و هم امید نجات.
از شتر پیاده شد و آرام به سمتم آمد. روبندش را کنار زد. زنی زیبا اما شکسته و رنج کشیده نمایان شد. با ناباوری گفتم: تو کی هستی؟ در این سرزمین نفرین شده چه می کنی؟ گفت: نترس، من آتوسا هستم. برای نجاتت آمدم. زمان زیادی نداریم. باید زود برگردم. پرسیدم: چرا می‌خواهی من را نجات بدهی؟ تو کی هستی؟ گفت: من ملکه نجیب زاده از سرزمین پارس هستم. سالها با همسرم در رفاه و خوشی زندگی می‌کردم. 2 فرزند دوقلو داشتم، 1 پسر و 1 دختر زیبا. همسرم مردی ثروتمند و محبوب بود. مکسی کرد و ادامه داد: او اژدهایی سفید داشت، رام و فرمانبردار. در قصری بزرگ با خدمه و کنیزان زندگی شادی داشتیم. آن روز همسرم تصمیم گرفت برای دیدار دوستی به سرزمینی در شرق سفر کنیم. با کالسکه و چند خدمه وفادار راه افتادیم. در مسیر به بیابانی رسیدیم، مرموز و ترسناک. ناگهان موجوداتی وحشی از دل خاک بیرون آمدند. صورت‌های نفرین شده ما را محاصره کردند. هیچ راه فراری نبود. فقط فریاد می‌زدم: رحم کنید، به بچه‌هایم کاری نداشته باشید. اما آنها فرزندانم را با بیرحمی به زنجیر کشیدند. ما را به شهر بردند. همسرم برایشان بیفایده بود، زیرا ملکه وحشی و طلسم شده این شهر فقط مردان زیبا و باکره را می‌خواست. چند روز بعد همسرم زیر شکنجه کشته شد. فرزندانم را در قفسی کوچک از سقف آویزان کردند، جایی که حتی نمی‌توانستم لمسشان کنم و مرا به خدمت سپاه پلید و نگهبانان شهر گماشتند. هر روز تا شب در آشپزخانهشان کار می‌کنم، کنیزی می‌کنم و گاهی صدای زن لرزید. کلمه‌ها را با شرمی سنگین تکه تکه گفت: به من تجاوز. تمام بدنش می‌لرزید و من فقط با نگاه به چشم‌های بیفروغش عمق رنجش را فهمیدم. بعد ادامه داد: چند روز پیش خودم را به بیابان‌های خشک و نامهربان رساندم، جایی که هیچ کس جلودارم نبود. هر گیاه و علفی که به دست می آوردم با دقت بررسی می کردم. آنهایی که خاصیت آرام بخشی داشتند و می توانست نگهبانان پلید را برای مدتی طولانی به خواب فرو برند انتخاب کردم. بعد از ساعتها ترکیب کردن مخلوطی پیچیده و قوی آماده شد، معجونی که حتی قدرتمندترین نگهبانان را هم غافلگیر می کرد. وقتی معجون آماده شد با دقت آن را در غذای مورد علاقهشان ریختم، غذایی که هر روز با حرص و ولع می خوردند. نفسهایم را حبس کردم و منتظر شدم. 1 ساعت، تنها 1 ساعت فرصت بود تا آنها بیهوش شوند و من بتوانم کلید آزادی تو را از دستشان بیرون بکشم. و وقتی این اتفاق افتاد، بدون لحظه‌ای تأخیر با قلبی پر از ترس و امید به سمت تو دویدم. از کیسه‌ای چرمی که به لباسش وصل شده بود کلیدی را بیرون آورد. با دستانی لرزان و ترسی که تمام وجودش را تسخیر کرده بود، زنجیر پایم را با آن کلید باز کرد. بعد با زحمت حلقه‌های دور بدنم را گشود. با عجله به سمت شتر رفت. پوست یک قوچ بزرگ را بیرون آورد. پوست کامل و سالم حیوان که فقط داخل با مهارت خاصی خالی شده بود. آن را به زمین انداخت و گفت: این مسیر آزادی توست. در دل گفتم: پوست قوچ؟ این زن دیوانه شده؟ اما ادامه داد: اگر می‌خواهی زنده از اینجا بروی، تنها راه آزادیت در دستان اژدهای همسر من است.